میرن دادگاه اینا دستم و اینا به یارو رضایت دادن تموم شد سروش ما همون آردیم تو رو من انه اینو ما شستیم نمیتونست انه شده جیغ نزنم میدونی چندین روز من تو بیمارستان اسیر تو بودم. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه تو چنل من. همونجور که میدونید این چند روز، یعنی اگه این استادمو رو بدم، همونجور که میدونید این چند وقته من خیلی درگیره. میدونم پدرتون در بردم، 1000 بارم بهتون گفتم، ولی دستمم شکایت و شکایت بازی و فلان و بیسار و اینا. امروز یه تصمیم گرفتم. موقع برگشت من رفتم داژیارم با خودم آوردم خونه که چیکار کنم با داژیار تصمیم گرفتیم که بگم که من داشتم رفتم دادگاه، به داژیارم گفتم که بیاد و رفتم به یارو رضایت دادم و مطمئن باشید هم منو پاره میکنن هم این آقا رو که مثلا مامانه بزرگتر که عقلش میرسه چرا گذاشته این کارو بکنه. انسانیت مهمتر است، نشاید که نامنهند آدمی. آفرین. های میدونی تا میگیم گفت چند 4 سال باشه حالا بهشون میگم بابا من بازار رفتم الان میگم چی باید بگی؟ برای چی به غذا ربطی نداره؟ تو نمیدونی ارباب هوا غزل. ببینین چقدر آشغاله. هر وقت ما همه اسرارمون رو یه چیزی ما خیلی ساده ایم. هر چی میشه به قرآن من آبجی مثلا هنوز داره حرف میزنه. چی شده میگم یه لحظه حاجی مامانم زنگ زده. آفرین من بابام زنگ زده عمم اینو خیلی واقعا ولی از این کارش خیلی تو بگم دیگه باشه جدی بشین بگو میدونه داژیار بود با داژیار خود داژیار میدونه یعنی نه من بزرگتر باش رفتم به من گفت بیا من رفتم. من این داستان هست میرن دادگاه اینا دستم و اینا به یارو رضایت دادن تموم شد بهترین کار کرد. چرت و پرت نگو. چیکار کردی؟ رضایت دادن دروغ داره میگه. به خدا رضایت دادن چرت بگه. نه ولی جدی از نظر انسانیت اشتباه بود. بابا دیگه بزرگتر تو چرا چرت و پرت دارید میگید یعنی چی؟ اصلا کلی با هم صحبت کردیم، منطقی هم صحبت کردیم. منطقه ریدم تو منطقتون. یعنی چی؟ یعنی چی؟ صحبت کنیم بعد اگه شما راضی نشید چرا چرت و پرت میگید؟ دست یارو رو نگاه کن. دستش کم من و تو دهنمون تو بیمارستان سرویس شد، کم من با تو این دادگاه اومدم 2 سال و نیم با تو قرار بودم سر دست توش چی کردم با گوش کن یارو من با 2 دخترم کات کردم سر دست تو. میگو چرا باید آشتی کردی با یارو بری بمونی حمالی یارو کنی؟ انسانیت ببین چی؟ با نمیخوام من یه رقم جیغ نزد تا بگم گلوم خفه شو. بشین. تو بیخود کردی رضایت دادی. برداشت مشاور صدراعظم هم با خودش یعنی برده. چی انسانیت؟ این نظام همه در زندگی خونسای بشین هستن. تا بحث کنیم. بشین آفرین منطقی منطقی چی؟ تو الان رفتی امضا دادی. از خانواده‌اش تموم دیگه از خانواده‌اش بگو چه شکلی دست بودن. خودم واکر با خانواده‌اش تو رو خدا سروش بگی دیروز نگفتی مامانش پیر بود. مگه من نسبت به پیرا اینجوری نیستم پیر پول دارم ببینم گریه میکنم. گفتم به درک که پیر بود. هر حرومزاده‌ای که میاد بی دلیل یکی رو میزنم پیر میشه یه روز. به درک که پیر بود. پول مهم نیست انسان. چرا مهمه؟ فقط تو این زندگی پول مهمه. سروش مهم نیست حتما دیگه. بچه پولی منشون بدن حالا خواست به من بدن سروش بحث پول نیست. یارو پس فردا میاد یکی دیگه مثل منو اصلا مثل یکی دیگه زورش میرسه رو میزنه. و این کارو نکرد. این اصلا علیه اصلا دستش کجه گفته ببخشید. خب این خودش یه من پاش کجه. این خودش اصلا پاش کجه. این پاش پلاتین داره رفته بخشیده. من میبینم که ببخشید. 400 میلیونم من حاضرم بدم نمیخوام. چند میلیون؟ 400 بیا بگو دز. این گفته بخواد بگو اصلا پولشو میخواد. بگو باید بردش. خب 400 میلیون میاد شما گفتید خب نفری 200 میلیون باید بزنید به کارت من. باید بزنید به کارت من. بدبختی چرا کشیدیم جون؟ چرا خودم میدونم تا آخر سروش تو برات مهم نبوده دسته. تو برات مهم اینقدر راحت میشه خود پول همچین عوضیه که مثلا یکی که 8 تو هم همه رضایت بدی
اصلا کل پول مال شما بیاید دهن یارو سرویس که پس فردا یکی مثل من گناه داشت. سروش خفه شو، گناه من داشتم بیشرف. سروش گناه من داشتم. سروش رابطیه با به من کات جان کو الان برش گردون برو زیدشو بهش بده. زید همون بده نخور آب نخور بیشرف. سروش زیدم آتیش زدی به ما. سروش زید من اومد دم بیمارستان شفای یحیاییان امام حسین ساعت 2 شب که من خوابیده بودم تو بغل پیرمرد علی اومد جلوی در گفت مگه تو حمالی بعد 2 سال و نیم اومدی میمونی اینجا من تو خونه شما موندم گفتم چرا مونده تو خونه تو دیگه گفتم آره حمال بچه‌ها تموم شده دیگه لطفا بس نکنید. این چرا میگه با عذاب نه خوشم داجر باش توانی کرده پولا رو برداشته آره داشتم راضی شد. تو ترسیدی داشتم من لپتاپ تو ازت میگیرم جدی. نه داجر جدی. همینه دیگه لپتاپ 801 میلیون یه دقیقه بچه‌ها تموم شده رفته. نه بعد بیاید فردا امضا رو بدید. نه تموم شده دیگه تو برای چی من به اومدی؟ عنوان شاهد که در ماشین منم قر شده نه تنها رضایت نمیدم از اینم شکایت منم. از منم. به عنوان همدستی که رفتی با اون شکایت منم به عنوان جیغ نزنم میدونی چندین روز من تو بیمارستان اسیر تو بودم که بعدش رفتی رضایت دادی بدون اینکه به من بگی تو گلخوری رفتی با اون مشورت کردی تو بیخود کردی نشاید که نامم نهندادمی منم به عنوان کسی که 8 صبح 6 صبح پا میشد با تو میاد تا خانی از بابات هم حرف شنید بابات گفت حداقل پتو بگیر دستت بیکار وایستادی به عنوان همچین آدمی میرم دادگاه میگم آقا اصلا همچین چیزایی نبوده به ما پول دادن به ما پول دادن بیاید امضا کنیم بعد شما رو حکم جلاتون میگم به خاطر اینکه به ما پول دادید بیاید الکی شهادت دروغ حالا بدید یه دقیقه دادخواست ننویس 3 ساعت داره حرف ولی میزنه جدی سروش کشتمه داشار من تو رو چه میدم تو برای چی به داشار میگی به من نمیگی سروش داشار توی این زندگی داره همه زندگیشو میبخشه میگه خب چی کار کنیم پیش اومده آخه یعنی چی کار کنیم داشار تو برداشتی چقدر گرفتی به چقدر فروختی دست اینو به چقدر فروختی دست دیگه اینو انسانیت ندارم بیشرف تو خودت هر روز صبح قبل سر کار میلیون ها پول اسنپ میدادی میبری این انا میدیدی سرو این داشار اصلا این دستش دیگه به درد نمیخوره این چه دستیه که برداشتی رضایت دادی بیا همون میگه آی هنو آیاش نیفتاده رفته رضایت بدی میزش آیات بیافته سروش یک بار دیگه من با پا برم تو دسته کشی بگم بیا بگی دستم نه ببین یه دستش کاری شرمی نمیکنه اصلا من آی نه دستش آی اصلا من که رفاقت آی پای داشار رو ببین ازل به جان همه کسم اصلا پول مهم نیست میخوام یه چیز بگم یارو پس فردا 4 تا بدبخت بیچاره ضعیف آشغالی مثل تو رو دوباره میزنم آشغال‌تر از این نیست آشغال‌تر از این اینه آشغال‌تر از این اینه میزن بیا قاضی اینو داده گفته تو این دفتر هم امضا بزنم اوکی بیا خب بده من تا بگم بدم ازن امضا نکنم بنویس قاضی لعنت در پدر مادرت اگر این پرونده رو مفتوح کنی غزل بیا سروش همینو قبول داره قاضی این بنویس قاضی اینجا ملق بازی این حرفا نیست که تنهایی تصمیم بگیرد برو و بذار کارمون رو کنیم قاضی بره قاضی کجا بره بره فعلا تا بچه‌ها درست شه بابا چه جوری گذاشتم من میخوام اینجا رو فقط بنویسم بابام ان تو کله داژیار و سروش اینم یادگاری نگه سرن داژیار تو برای چی گفتی این رضایت بده؟ عزیزم یه انسان نه بابا آخه انسانیت چیه یارو گرفته ما رو بی دلیل زده 8 ماه دست نداشته خدا به رود نگاه کرده دستت سروش ما همون آردیم تو رو من اینو ما شستیم نمیتونست روز اول که باهاش آشتی کردم تو کجا بودی؟ اومدم گفت خوبی آشتی کردیم گفتم رفتیم و گفت به جان همه کس هم همینجوری گفت
اظهارم من بود. آقا چیکار باید کنم بعد 2 سال اینا اصلا معذب بودم. بگو. و شستم دستمال شدم. رفیقی باید پاش بمونی. پیر من بغلی پی پی میکرد کجاست؟ پاشو چیکار کنم؟ چند منطق داشت. پاشو میشکنم، پای تو رو میشکنم. پیر من بغلش پی پی میکرد. بچه‌ها، و من اون بو رو تحمل دارو میزنم. بچه‌ها از فشار هستم. چقدر گفتن چقدر می‌خواستی از پول از من؟ سروش خیلی بی‌ارزه‌ای. اصلا وای ریدم تو پول بابا اسکل. اون پول به درد من آدمم نمیخوره. همون. ولی باید یاد بگیری وقتی من این همه واسه تو دل سوزوندم تو آه، بیخود دروغ میکنی گفتم. بدون ما نشده من میگی دروغ گفتم. سر نزن دیدم بیراتم 100 بار گفت دلش به میسوزه چون تو دروغ گفتم جون شما چه رضایتی؟ بچی شد دادم نه باشه دروغ گفته ولی تو فکرش بوده دیده ما اینجوری نه دروغ گفتم بابا ول کن دیگه سروش یه حرف بهت میزنم اصلا کاری ندارم الان دروغ گفتی شوخی فلان اگر رضایت بدی جدی دارم میگم ریدم تو پوله رو ببر خیریه اگر رضایت بدی رضایت بدی یارو 1000 نفر بدبخت و بیچاره و فلک زده عین تو رو میزنه دیگه دروغ گفتی تو جمع برق میزنن گوشیا رو تو جمع برق شما هر چی رو زدید چقدر جیغ زدید که اصلا نتونستم بکنم صحبت کنم بیشتر از درمان قلبمو بچه ببین حالت دعوای قلبم داره میاد تو چون دهنم گفتیم سری بس ریدم به خودم نه آقا شوخی کردم داشتم جرت میدم من دلم برای امثال تو جرت میسوزه میدم چون ما فردا دادگاه دارم ما فقط شکایت میکنیم و کتک وای میخوریم حاجی تب کردم انقدر سوالم داشتم. تنبه گرفتم